خانه همسایه میموناش سگن یک زنک میگه که ای همین برنده ایقا آوازی خشلو داشته یک میگه خشلو پهن میکنه اوچش همین شگی دیده میگه ای زنک ای مهمون این برنده بچه مای میگه یک گفته سه یک حیاتی در توی یک میگه یکش ده نمیشه برام یک اشما دو شود دو اشما سه شود سه اشما چهار شود در سوری میلودی در سوری نوی میلودی خدا خرسندی آرد شادی به محبوسان آزادی به دختران بخت آبادی به بچه‌ها خرسندی و شادی به عاشقان وفا به همه مهر و وفا آرزومندیم در سال نوی میلادی. سال آینده سال موش هم دیگر را نکنیم فراموش بکی نگیریم به آغوش همین دنیا را نکنیم فراموش. فقط جون یه ستوره ناو یه حفیظه ناو سیوحت بونو السلام علیکم سیوحت بونو مرحبا سالوینا مبارک مبارک سیوحت بونو سالوینا مبارک شود. تمنیات شما در سال نو برای مردم تاجیکستان و صنعتکارانی که امروز در این برنامه ما در طرفخانه پرسیا اشتراک دارند. مرحبا. اولا سلامی خود را به تمام تماشابینان میرسانم و بعدا به تمام یعنی تماشابینان سال نوی میلادی 2020 را برایشان تبریک و تهنیت گفته پیش از همه به آنها یعنی صحت، خوشبختی و بردباری ها را تمنا سلام مرحبا خوشم دوستان عزیز امروز در برنامه سال نوی میلادی 2020 شاید در بالا وظیفه کردیم همه هنرمندان در اینجا حضور دارند هنرمندانی که دوست می‌داریم و عزت و احترام می‌کنیم. اگر عزت و احترام نمی‌کنیم امروز در بعد سال نوی دعوت نمی‌کنیم. بهترین هنرمندانی که ما و شما آنها را گوش می‌کنیم سرودهای زیبای آنها را که می‌سرایند و دل مردم تاجیک و دل مخلصان جا شده است. البته یکی از حافظان شماست نسیم سعیدزاد برادر عزیز ما مونیس ابراهیم دوست ما دلشاد نمازاده بانوی زیبا رفعت بانو و یکی از آهنگسازان شعرنویسان ایجادکاران و یکی از هنرمندان شناخته عبدالرحمن حکیمزاد در اینجا حضور دارند و دیگر صنعتکارانی که همراه ما در اینجا نشستند و نو به عرصه ایجاد قدم میمونند و مثل علیشیر و مثل طلعجان و دیگر صنعتکاران آنها را خیر مقدم میگیم. سال نو میلادی 2019 آخری 2019 و اول 2020 برای همه ما شما مبارک شود. در سال 2020 تمنیات همه شما با مردم تاجیکستان و برای صنعتکاران آغاز میکنیم از برادر عزیزم دلشاد نمازاده. زنده باشی فخر جان سلامت از نام خود از نام من برادر در حضور دارم از نام اهل هنرمندان و تمام مردم شریف تاجیکستان همزمانان گفتنیم که در سال 2019 چی آرزو و خواست که داشتم جمعه عمل نباشی در سال 2020 خدا کنه که جمعه عمل باشه دیگه ایده خوبش میشه. بانو رفعت بانو تمنیات شما در سال نو میلادی. سلام علیکم همه دوستان عزیزم سال 2020 تبریک میگم. نسیم سعیدزاد تمنیات شما یک سخنهای شیرین دیگر بفکرم از زندگی خفیف فقط زندگی شیرین بوده شده ما میدونیم برای زندگی هایی که در سال 2020 فقط زندگی شیرین بگذره یک سخنی زیبا. مرحمت. تشکر زیاد فخری جان. سال نو میلادی و کلی هنرمندان و کلی ملت تاجیک مبارک باشد. خدا کنه که در سال 2020 در خانه هر مرد تاجیک خرسندی باشد. ما هنرمندان در پی خدمت ملت تاجیک باشیم. باز یک بار سال میلادی 2020 را تبریک میگویم
از نام خودم و از نام کل هنرمندا سلامت باشید، سربلند باشید. مونیس ابراهیم ساماتیجی. مونیس ابراهیم تمام شما در سال نو میلادی 2020 در جای ایست گفتم زیرا و شرکت هفته اینجا سال میلادی با همه شما مبارک باشه. دیگه الان چنان ها ما نصیب بود خاطر دیشو جان. تشکر زیاد. سخن اگر از دهان لقمان خوش است وزیر به یکی از بهترین هنرمندان میشناخته آهنگسازان شعرنویسان تکنیکوران عبدالرحمن حکیمزاد سخن میدیم. یک سخن شیرین سالینه‌ای میکنند و باز نوبت رو و بزم سالینه‌ای و کل هنرمندان میدیم. خرسک برای عبدالرحمن حکیمزاد. مرحبا. سلامت سال نو میلادی 2020 را به تمام مردم شرفمند تاجیک خیر مقدم میگویم و ما هنرمندان همه وقت دعاگوی آن هستیم که در خاندان مردم تاجیک همیشه صلح و ثبات و فیض و برکت پایدار بماند. چون سال 2020 سال موش اعلام گردیده است، موش که خود بسیار در تکاپو است، در جستجوی رزق و روزی است و امید می‌بندیم که هنرمندان ما نیز در سال 2020 از پی ایجاد آهنگ‌ها و ترانه‌های نو می‌شوند و فکر می‌کنم که سال دزدی هم بسیار می‌شود در سال 2020 چون که یکی از خصلت‌های موش این دزدی کردن است، انبار خود را پر کردن است و آرزو میکنیم که سرودای بهترین دزدی کنن پیشنهاد مخلصان کنن. زنده باشید. اگر بایدوی همدیگر را دزدیدن هم باشین که بدزدین همون آدمی که زلیزه نشن ما را بزنی بخوریم. چیزی زلیزه شده؟